من فقط نام ها عوض کردند. به جای مثلا مولا عبدالرحیم یک نفر دیگر همون مسئله رو مطرح کرده ایستاده است، یا به جای نفر دیگر. اصلی مسئله و طرز بیان منطق همون منطق است. استاد نوری این کارا کرد، اونا کرد، اینجا اشتباه کرد، اونجا صبر کرد، اینجا خیانت کرد، اینجا فروخت. از همون گپ شما یک چیز گرفتم من که یعنی همون سناریویی که در نقشش مثال گریم مولا عبدالرحیم کریموف بازی میکرد، حالا نفران دیگر به همون نقش وارد شده هستند و همونا بازی کرده ایستادن. من اینجا یک کمی مسئله رو دیگر خیلی میبینم. یک بار به همون جبهه‌ای که علیه ما شکل گرفت، علیه نهضت، علیه رهبریت نهضت و علیه خودی من شخصا هم، همون جبهه وسیع رو یک بار نگاه کنیم، تحلیل کنیم از کی عبارت است. از حکومت شروع کرده تا فیک‌های حکومتی، مخالفین و بعضی حزب و حرکت‌هایی که برای خودشون نهضت رو از اول تا امروز رقیب و دشمن میدونن و برخی از برادران و خواهران داخلی حزب. یعنی یک جبهه یک رنگ نیست، خیلی گوناگون شکل، گوناگون رنگ. و سوال این است که چی چیز اینها رو پهلوی هم قرار داد در یک مقطع زمانی؟ این خیلی سوالی مهم است. این رو باید تحلیل کرد که آیا شخصا خودی من، آیا نهضت؟ چون در بین اینها من کسایی را میبینم که واقعا دلشون به نهضت میسوزد و کسانی را هم میبینم که شدیداً علیه نهضت هم میخوان نهضت در صحنه نباشد. حالا یک فکر شما رو همینجا پرسیدم، نو به ذهن آمد، در نقشه سوالهای من نبود. حالا من خودم هم وقتی نظر میکنم میبینم که چندین نفرهای دست به گریبان، چندین نفرهایی که علیه یکدیگرشون توی منها داشتن، مثلا گریم به قبر در همین مسئله زیدی من بودن متحد شدن، به قبر پدر یکدیگرشون شاشیدنی بودند و کیمچو بودند، آمدن در یک جبهه قرار گرفتند. همین چه چیز اونها رو به همین وادار کرد به نظرش؟ یک خیلی جواب ساده است، از صحنه دور کردن کبیری، دیگر هیچ. چی فایده گرفتن مثلا؟ خب هر کدوم در اون ببینید وقتی که آب لای میشد هر کس موهی خود رو میدارد. اینا همه هدف مشترک ندارن، هر کدامشون با یک دلیل نسبتی من نفرت دارن یا مرا بد میبینن یا نمیخوان یا اصلا نفرت ندارند و فکر میکنن که من مانعی پیشرفت کار هستم. هر کدام یک دلیل خود رو دارد، اما در یک مسئله اونها مشترکن، باید که کبیری از صحنه دور شود. اونا یک چیز رو فراموش کردن که کبیری رو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با نهادهای مشروعش از صحنه دور میکنن، نه یگان فشار، نه یگان کسی دیگر. اگر مثلا ببین اگر این کارها نتیجه میداد، زیدی استاد نوری نتیجه میداد یا در مرحله